قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. اینها ببینید چه دسته های مرموزی و خائنانه در کار بوده. همین بنی امیه که 21 سال با پیغمبر جنگید، آوردن در رأس قدرت قرار دادن، هر غلطی خواستن کردن، هر جنایتی تونستن نسبت به نبی مکرم. اینها نمونه های از جنایات بنی امیه، شجره ملعونه در قرآنه. خب آیا معاویه جز بنی امیه هست یا نیست؟ آیا آمدن استثناء کردن از شجره ملعونه الا بنی امیه و ابو سفیان؟ همین مفسرینی که گفتن آیه 11 سوره نور درباره عایشه است، آیه 40 سوره توبه درباره ابوبکر، همین مفسرین هم میگن این آیه مبارکه برای شما 60 سوره اسراء مربوط به بنی امیه هست. و همچنین البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی سلفی جلد 10 صفحه 50. خب این دیگه خیلی واضح و روشن هست که مراد از شجره ملعونه در قرآن بنی امیه هستند. ایشون در این کلیپ اگر یک نکته رو متوجه شده باشید دوباره توهین کرد به دودمان بنی امیه و بارها دیدیم که ایشون در آخر برنامه‌هاش لعن میکنه به بنی امیه، قاطبتا میگه به همه بنی امیه و میگه که بنی امیه شجره ملعونه در قرآن هست و کل بنی امیه رو منافق و کافر خطاب میکنه و بارها شنیدیم که لعن میکنه همه بنی امیه رو، کسی رو استثناء نمیکنه. و وقتی که ما این کلیپ دشمنان وحدت اسلامی رو پخش کردیم ایشون اعتراض کرده بود. کلیپ شما داریم که اینا اومدن به ما تهمت زدن و گفتن که ما دشمن اهل بیت هستیم و توهین به اهل بیت کردیم و ما توهین به اهل بیت نکردیم و ما دوستداران اهل بیت هستیم. با هم نمونه هایی از توهین ایشون به بنی امیه رو میبینیم و بعد از اون ثابت میکنیم که ایشون به اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توهین میکنه، به خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم توهین میکنه، به افراد نیکوکاری که در بنی امیه بودن که بیشترشون بعد از اسلام افراد نیکوکاری بودن، به اونا توهین میکنه. این کلیپ رو با هم میبینیم و بعد از اون انشاءالله مطالب جالبی رو که شاید بیشتر شما عزیزان برای اولین بار در مورد بنی امیه شنیده باشید رو انشاءالله بیان خواهیم کرد. با هم کلیپ شماره 2 رو دوستان آماده کنن که این کلیپ رو با هم ببینیم، کلیپ شماره 2، و بعد از اون انشاءالله ما ثابت خواهیم کرد که بنی امیه از خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستند و اهل بیت با بنی امیه روابط نزدیک خویشاوندی داشتن، به بنی امیه دختر دادن، از اونا دختر گرفتن و ازدواج ها بوده بینشون و مسئولیت هایی رو پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به بنی امیه سپرده و افرادی هستند در بنی امیه که مورد اجلال و اکرام شیعه هستند و خود اهل بیت بودن که بنی امیه رو در رأس قدرت قرار دادن. و درباره شجره ملعونه که ایشون زیاد ذکر میکنه تو صحبت‌هاش هم انشاءالله مطالبی رو خدمت شما عزیزان بیان خواهیم کرد و همچنین درباره خدمات بنی امیه به اسلام و مسلمانان نیز صحبت خواهیم کرد. با هم این کلیپ رو میبینیم. اینها ببینید چه دسته های مرموزی و خائنانه در کار بوده. همین بنی امیه که 21 سال با پیغمبر جنگید،
آوردن در رأس قدرت قرار دادن، هر غلطی خواستن کردن، هر جنایتی تونستن نسبت به نبی مکرم. اینها نمونه هایی از جنایات بنی امیه شجره ملعونه در قرآنه. خب آیا معاویه جز بنی امیه هست یا نیست؟ آیا آمدن استثناء کردن از شجره ملعونه الا بنی امیه و ابو سفیان؟ همین مفسرینی که گفتن آیه 11 سوره نور درباره عایشه است، آیه 40 سوره توبه درباره ابوبکر، همین مفسرین هم میگن این آیه مبارکه برای شما 60 سوره اسراء مربوط به بنی امیه هست. و همچنین البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی سلفی جلد 10 صفحه 50. خب این دیگه خیلی واضح و روشن هست که مراد از شجره ملعونه در قرآن بنی امیه هستند. بله بینندگان عزیز و گرامی، این کلیپ رو با هم دیدیم که توهین آشکار آیت الله قزوینی به بنی امیه بود و البته ما در این برنامه نمیخوایم که از پادشاهان یا خلفایی که در بین بنی امیه بودن و طبعا جنایت کردن و مانند یزید که سبب شهادت حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه شد و گرچه یزید مستقیما دست نداشت در واقع کربلا، اما در زمان حکومت او این واقعه رخ داد و میتونست جلوی این قضیه رو بگیره و یا بعد از شهادت امام حسین میتونست افرادی رو که در شهادتشون دخل داشتن اونا رو محاکمه بکنه، اما این کار رو نکرد. طبعا ما این جانب قضیه رو قبول داریم که در بین بنی امیه بودن کسایی که ظلم می‌کردن، آدم کشتن و جنایت کردن. اما اینکه کسی بیاد همه بنی امیه رو بدون استثناء، خب شنیدید که گفت که کسی رو استثناء قرار ندادن، نه معاویه نه ابو سفیان نه بنی امیه کسی رو استثناء قرار ندادن، یعنی همه بنی امیه به قول آیت الله قزوینی شجره ملعونه هستند و می‌بینیم در کتب ادعیه، در کتاب مفاتیح الجنان یا مفاتیح النیران در حقیقت که در خونه هر شیعه موجود هست، در بعضی از دعایی که در این کتاب هست به همه بنی امیه بدون استثناء توهین شده و مورد لعن قرار میگیرن. ما در این برنامه میخوایم مطالبی رو خدمت شما عزیزان بیان بکنیم که شاید خیلی از اونها رو برای اولین بار هست که در زندگی میشنوید. یعنی هر شیعه‌ای که میاد به همه بنی امیه توهین میکنه، همه بنی امیه را لعن میکنه بدون استثناء، در حقیقت میاد به همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، به نوه فاطمه زهرا، به نوه حضرت علی، به همسران اهل بیت که از بنی امیه بودن یا به شوهران دخترانی از اهل بیت که با بنی امیه ازدواج کرده بودن، همه اینا رو مورد لعن و نفرین قرار میدن. و همچنین شخصیت رو معرفی خواهیم کرد که مورد اکرام و اجلال شیعه است در حالی که از بنی امیه می باشه، و همچنین رابطه نسبی بین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خدماتی که بنی امیه در طول تاریخ به اسلام و مسلمین انجام دادن. دوستان عزیز در اتاق فرمان لطف کنن صفحه لپتاپ منو، بله خیلی ممنون. می‌بینیم که اینجا بنی امیه همین به قول آیت الله قزوینی که شجره ملعونه هست و خیلی از شیعیانی که اطلاع ندارن، ما این یقین رو داریم که خیلی از برادران و خواهران شیعه ما این واقعیت ها رو اطلاع پیدا نکردن و هرگاه که روشن بشن و این واقعیت ها برای اونها روشن بشه حتما برمیگردن و لعن و توهین نمی کنن. در اینجا می‌بینیم که رابطه نسبی میان بنی هاشم و بنی امیه هست و ازدواج‌های میان بنی هاشم و بنی امیه، نوه اموی سیدنا علی و فاطمه رضی الله تعالی عنهما، مسئولیت‌هایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به بنی امیه دادن، خالد ابن سعید ابن العاص اموی صحابی مورد اجلال شیعه،
چه کسی بنی امیه را در رأس قدرت قرار داد، قول صحیح درباره شجره ملعونه، قول ضعیف درباره شجره ملعونه، تعارض تفسیر شجره ملعونه به بنی امیه با عقل و نقل و خدمات بنی امیه به اسلام. با هم اولین بخش این مطلب رو با هم باز میکنیم که ببینیم رابطه نسبی میان بنی هاشم و بنی امیه چگونه بوده. همه میدونیم که عبدمناف جد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که این شخص جد بنی امیه هم محسوب میشه. عبدمناف دو پسر داشت، یکیش هاشم و دیگری عبدالشمس. از هاشم عبدالمطلب به دنیا آمد که از اون عبدالله و ابو طالب به دنیا آمدن. از عبدالشمس امیه به دنیا آمد که بنی امیه اطلاق میشه به همینا، و ابوالعاص و حرب دو پسرانش بودن که از ابوالعاص عفان به دنیا آمد و از حرب ابو سفیان. از عبدالله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به دنیا آمدن و از ابو طالب علی، و از عفان عثمان رضی الله تعالی عنه به دنیا آمد و از ابو سفیان معاویه. در اینجا دیدید بینندگان عزیز و گرامی که بنی امیه و بنی هاشم پسر عموهای یکدیگر هستند، روابط تنگاتنگ خویشاوندی بینشون هست. وقتی این شخص میاد میگه شجره ملعونه، وقتی شما شجره میگین، فلانی میگه که من شجره نامم میرسه مثلا به امام موسی کاظم، یعنی شما اومدید این رو اصل و نسبش رو همه رو لند کردین. کسی که میگه بنی امیه شجره ملعونه است، یعنی عثمان و معاویه و ابو سفیان و عفان و ابوالعاص و حرب و امیه و عبدالشمس و عبدمناف و هاشم و همه کسایی که به اصطلاح هستن در این شجره همه ملعون هستن، در حالی که این با عقل و منطق هیچ انسان سازگار نیست. پس اینجا ثابت کردیم. یک بار دیگه دوستان این صفحه رو بدن به آنتن که هاشم و عبدالشمس دو پسران عبدمناف بودن و عبدالمطلب و امیه پسران هاشم و عبدالشمس که اینا جد به اصطلاح پیامبر صلی الله علیه و سلم و جد عثمان و معاویه رضی الله تعالی عنهما میشن. خب این بود رابطه نسبی بین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و بین بنی امیه. یعنی شما دارید کسانی که توهین میکنن به بنی امیه در حقیقت دارن به پسر عموهای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم توهین میکنن، کسانی که ما الان بعد از این مطلب انشاءالله قضایای خیلی مهمی رو که شاید خیلی از دوستان اطلاع نداشته باشن خدمت شما عزیزان بیان میکنیم. حالا میریم رو قضیه خیلی مهم، قضیه ازدواج ها میان بنی هاشم و بنی امیه. همین شجره ملعونه ای که آیت الله قزوینی در هر برنامه هر روز و همیشه در مقابل میلیون ها انسان در تلویزیونش میاد به اینا توهین میکنه و لعن میکنه و استثناء، طوری که دیدید ما این حالا برای اینکه فردا ایشون نیاد ما داریم تقریبا بیش از حدود 15-20 تا کلیپ داریم که ایشون بنی امیه قاطبتا لعن کردن، استثناء کسی رو قرار ندادن و همیشه توهین، تکفیر و نسبت منافقت، دشمنان اسلام فلان فلان از این حرفا زیاد گفتن و ما همه این کلیپ ها رو داریم که من نصیحت میکنم بهشون که به خاطر اینکه بیشتر آبروش نره فردا نیاد از این خودش دفاع بکنه، چون تقریبا حدود از زمان شبکه سلام تا الان هر توهینی که به بنی امیه کرده ما همه این کلیپ ها رو داریم و اگر که خواست به دروغ از خودش دفاع بکنه میتونیم که کلیپ های بعدی رو هم پخش بکنیم. خب میریم رو ازدواج میان بنی هاشم و بنی امیه. نخستین ضربه بر دشمن اهل بیت، دشمن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آیت الله قزوینی اینه که ام حبیبه دختر ابو سفیان همسر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. یعنی ایشون میاد ام حبیبه رمله بنت ابو سفیان همسر گرانقدر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که از جمله امهات مؤمنین هست و الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم ایشون رو و ازواج امهاتهم ایشون رو مادر مؤمنان قرار داده و باید مورد اکرام و اجلال قرار بگیره. یعنی ضعیفترین مسلمان، جاهلترین مسلمان فقط به خاطر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم که شده باید به همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم توهین نکنه. ایشون میاد در این دعایی که همیشه مطرح میکنه، یکی از کسانی که جز بنی امیه هست و دختر ابو سفیان هست و همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست، ام حبیبه رمله بنت ابو سفیان. بگردید در همه کتابا، خیلی ممنون از اتاق فرمان،
بگردید در همه کتب تفسیر، چه کتب سیرت، چه کتبی که در میان اهل سنت نوشته شده و چه کتبی که در میان شیعه نوشته، معروف ترین داستان ولا و برا، دوستی و دشمنی در راه خدا، داستان رمله بنت ابوسفیان است. وقتی که ابوسفیان کافر بود، پدرش کافر بود، بعد از واقعه شکستن صلحنامه بین مسلمان ها بعد از قضیه صلح حدیبیه، این صلحنامه که توسط مشرکین مکه شکسته شد و ابوسفیان ترسید و خواست که بیاد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه عذرخواهی بکنه. هیچ کس از صحابه، از اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حاضر نشد که با ابوسفیان بشینه صحبت بکنه. وقتی اومد در مسجد به پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم، صورت خودشون از ابوسفیان گرداندن و با ابوسفیان صحبت نکردن. ابوسفیان در مدینه هیچ کسی رو نداشت. به یاد دخترش افتاد. دخترش همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، همین ام حبیبه دختر ابوسفیان اموی از بنی امیه. اومد به خانه دخترش. وقتی وارد خانه شد میخواست رو فرشی که در خانه ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین بود بشینه، این فرش رو به شدت از زیر پای پدرش کشید. برگشت به دخترش گفت که دخترم، منو لایق این فرش ندیدی یا این فرش رو لایق من ندیدی؟ گفت نخیر، تو نجس هستی و این فرش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست و تو نباید بر فراش پیامبر صلی الله علیه و سلم، بر فرش پیامبر صلی الله علیه و سلم بشینی، چون تو مشرک هستی و انسان نجس هستی. این بود ولا و برا، این بود دوستی و دشمنی در راه خدا که ام حبیبه رمله بنت ابوسفیان همسر گرانقدر پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی با پدر مشرکش در خانه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این گونه رفتار کرد. اینا درک کرده بودن، اسلام رو درک کرده بودن، در مکتب پیامبر صلی الله علیه و سلم درس خوانده بودن، بزرگ شده بودن، میدونستن که در اسلام پدر، برادر، عمو، دایی، قوم، خیش اینا اصلا ارزشی نداره. چیزی که در اسلام ارزش داره چیه؟ تقواست، اسلام است، ایمان است. همون مسلمانان مهاجرینی که با پدرانشان، با برادرانشان، با عموها و داییاشون در جنگ بدر جنگیدن، در احد جنگیدن، امون اومدن در مدینه با انصار، با کسانی که هیچ رابطه خویشاوندی با اونا نداشتن، با اینا چی شدن؟ برادر شدن. چرا؟ چون در قرآن میگه که انما المؤمنون اخوه، مؤمنین که هستن با هم برادر هستن، نه اینکه هر مشرکی، هر کافری، هر زندیقی بیاد و ما به خاطر اینکه این برادرمه یا عمومه یا پدرمه من باید با این رفتار به اصطلاح دوستی بکنم، مودت بکنم. البته احترام چیز دیگه است. حتی پدر و مادر انسان اگر مشرک باشه اون حق پدری و مادریشون رو دارن، باید با اونا برخورد خوب بشه، با اخلاق باشون رفتار بکنیم. اما اینجا صحبت ما از قضیه دوستی و دشمنی در راه الله سبحانه و تعالی، قضیه ولا و براست. این ام حبیبه دختر ابوسفیان همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از جمله کسانی است که آیت الله قزوینی، این آخوند دروغگو، هر شب تو هر برنامهش به همه بنی امیه که لعن میکنه یکیشون همین همسر گرانقدر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. و در شما شیعیان ببینید، کتابتون رو باز بکنید، مفاتیح جنان ببینید، هر جایی که به بنی امیه لعن میکنید به همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم توهین میکنید، به اون لعن میکنید و خودتون رو مستحق عذاب الهی قرار میدید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو می آزارید با این لعن و نفرینتون. و این داستانی هم که گفتم شما میتونید که بگردید در بین کتب سیرتی که البته شیعیان من نمیدونم چه کتابی در مورد سیرت خواهند نوشت یا چی می نویسن در کتب سیرتشون، سیرتی که در اون صحابه نباشه، فداکاری های صحابه نباشه، جانفشانی های صحابه نباشه، من نمیدونم که چی می نویسن در کتابشون. علی کل حال این بود رابطه بین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و بنی امیه. دوستان عزیز لطف کنن دوباره این صفحه رو بدن به چیز. بله، عثمان ابن عفان اموی، عثمان ابن عفان اموی خلیفه راشد، شهید مظلوم رضی الله تعالی عنه، از جمله سرداران و بزرگان بنی امیه است که با رقیه و ام کلثوم دو دختر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ازدواج کرده. آیا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دو دسته گلشو، دو عزیز دلشو، دو دختر نازنینشو به شجره ملعونه داده؟ به کسی داده که مورد لعن قرار گرفته؟
یا پیامبر صلی الله علیه و سلم نمیدونست در اون زمان که بنی امیه شجره ملعونه هستن و امروز آیت الله قزوینی و امثال آیت الله قزوینی اینو درک کردن، اینو دریافتن یا کشف کردن این چیزو؟ شاید بگن که خب این دو دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم نبود و دو دختر خدیجه بود، چون اینو میگن تو کتاباشون هست و اینا به خاطر اینکه بیان عقیده باطل خودشون رو ثابت بکنن حاضرن به هر کی توهین بکنن، چه پیامبر باشه، الله سبحانه و تعالی باشه، انبیا باشن. ما کلیپ ها ثابت کردیم حتی به پیامبرم توهین کردن به خاطر اینکه عقیده باطل خودشون رو ثابت بکنن. میگن که رقیه و ام کلثوم و زینب اینا دختران خدیجه بودن، از اون شوهری که قبل از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کرده بود. به فرض محال قبول کردیم این حرف شما رو. این توهین به پیامبر صلی الله علیه و سلم بزرگتر از توهین اولیه. چرا؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم پس امانت داری نکردن علیاذ بالله. سه دختری که امانت از شوهر قبلی خدیجه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین به دست ایشون سپرده شده بود به عنوان امانت، این سه دختر رو یا این دو دخترشون رو که به عثمان دادن به کسانی دادن که جز ملعونین بودن، جز شجره ملعونه در قرآن بودن. شنیدید که آیت الله قزوینی کسی رو استثناء قرار نداد، نگفت الا عثمان و الا معاویه و الا ام حبیبه و الا فلان و فلان. پس در اینجا وقتی ما در اون کلیپ دشمنان وحدت اسلامی نویسیم که از جمله جرائم بزرگ آیت الله قزوینی اینه که توهین به پیامبر و به اهل بیت کرده، اینه. از این توهین بیشتر من فکر نکنم که وجود داشته باشه. بریم رو قضیه سوم، ازدواج سوم بین ابوالعاص ابن ربیع اموی و زینب دختر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رخ داده. ابوالعاص ابن ربیع اموی که ایشون رو هم شیعیان، من نمیگم شیعیان، روافض امثال آیت الله قزوینی و دار و دسته ایشون از جمله شجره ملعونه میدونن و در هر دعا و در هر برنامه به اونا لعن میکنن. بریم رو قضیه چهارمی، عبدالله ابن عامر ابن کریز اموی با کی ازدواج کرده؟ با خدیجه دختر علی ابن ابی طالب. یعنی بنابر ادعای آیت الله قزوینی و روافض، علی رضی الله تعالی عنه دختر خودشو، پاره تنشو به کی داده؟ به شجره ملعونه داده، به انسانی داده که مورد لعن و نفرین قرار گرفته در قرآن بنابر ادعای آیت الله قزوینی. و امروز همین عبدالرحمن ابن عامر داماد علی ابن ابی طالب رو قزوینی و آخوندهای جاهل و نادان بهش لعن میکنن روزانه. هر کی که مفاتیح الجنان میخونه به اینا لعن میکنه. میریم رو نکته بعدی، معاویه ابن مروان ابن حکم اموی با رمله دختر علی ابن ابی طالب ازدواج کرده. یعنی سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه دو دخترشو به دو نفر از بنی امیه یا به قول آیت الله قزوینی از شجره ملعونه داده. ازدواج بعدی، زینب دختر حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، زینب دختر حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب با ولید ابن عبدالملک اموی، یکی از خلفای اموی، ازدواج کرده. پس حسن ابن علی ابن ابی طالب هم دختر خودش داده به کی؟ به یکی از افراد شجره ملعونه در قرآن بنابر ادعای روافض. نکته اخیر، فاطمه دختر حسین ابن علی ابن ابی طالب، فاطمه دختر حسین ابن علی ابن ابی طالب با عبدالله ابن عمرو ابن عثمان ابن عفان اموی ازدواج کرده. عبدالله ابن عمرو یعنی نوه سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه خلیفه سوم مسلمانان جهان با کی ازدواج کرده؟ با نوه حضرت علی، با دختر حسین ابن علی شهید کربلا رضی الله تعالی عنه با او ازدواج کرده. اینا ازدواج هایی بود که بین بنی هاشم از یک طرف و بنی امیه از طرف دیگه رخ داده. نکته جالبی در این ازدواج ها این است که غیر از این که تقریبا همه دخترانی که در این ازدواج ها هستن از اهل بیت هستن و پسرانی که هستن از بنی امیه هستن. تشکر از اتاق فرمان. من از هر شیعه عاقل میپرسم، آیا دخترت رو به شجره ملعونه میدی؟
آیا اگر اطلاع پیدا کنی که داماد شما از نسل بنی امیه هست، دخترتون رو به اون میدی؟ پس یا بنی امیه شجره ملعونه و اون القاب و تهمت‌های زشتی که روافض به اونا نسبت میدن نیستن، و اگر هستن پس بیان جواب بدن که آیا اهل بیت برای پاره های تن خودشون، برای دخترانشون ارزش قائل نبودن که اونا رو به این افراد دادن؟ خب بینندگان عزیز و گرامی، میریم رو قسمت بعدی که نوه اموی سیدنا علی و فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنهما هست. این خیلی جالب هست که دوستان عزیز توجه کنن به این که علی و فاطمه با هم ازدواج میکنن و از ازدواج ایشون حسین رضی الله تعالی عنه به دنیا میاد و از عثمان ابن عفان عمرو پسرش و از حسین فاطمه و از عمرو عبدالله. نوه عثمان ابن عفان با نوه علی و فاطمه رضی الله تعالی عنهما ازدواج میکنه که اسمش بوده فاطمه و نتیجه این ازدواج میشه محمد دیباج که معروف هست و منتها از قضیه نسب ایشون هرگز تو کتب شیعه کسی صحبت نمیکنه، در منابر ذکری ازش نمیشه، اینو پنهان میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه هر شیعه عاقل وقتی اطلاع پیدا بکنه که علی رضی الله تعالی عنه و فاطمه رضی الله تعالی عنها چطور راضی شدن که نوه اونا با یکی از بنی امیه که به قول آیت الله قزوینی شجره ملعونه هستن ازدواج بکنه. و مصادری که به این مورد اشاره کردن تذکرة الفقهای علامه حلی است، جلد 2 صفحه 604 و مقاتل الطالبین صفحه 138، المسائل الجارودیه مال شیخ مفید صفحه 5 و شجرة التوبه مال شیخ محمد مهدی آیری جلد 1 صفحه 160. اینا همه مصادر شیعیان هستن که این نسب رو و این ازدواج رو تایید کردن و در کتبشون ذکر کردن. میریم رو قضیه دیگری که آیت الله قزوینی خیلی بهش اشاره میکرد که بنی امیه رو در رأس قدرت قرار دادن و 20 و چند سال با پیامبر و با اهل بیتش جنگیدن و داد و بیداد اهلکی راه انداخته بود. حالا میبینیم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چه مسئولیت هایی به بنی امیه دادن و امثال قزوینی و آخوندهای رافضی حتی با پیامبر صلی الله علیه و سلم هم دعوا دارن، با خدا که دعوا دارن که چرا اومده مثلا تزکیه کرده صحابه رو، چرا اومده تعریف کرده از صحابه. حالا با پیامبر صلی الله علیه و سلم دشمنی و عداوتشون رو چیزی که پنهان دارن تو قلبشون، چون اصل این مذهب رفض برمیگرده به عبدالله ابن سبح یهودی که دشمنی سختی، کینه عمیق تو دلش نسبت به اسلام و مسلمان ها داشت. میان به کسانی که به خانواده‌ای که پیامبر صلی الله علیه و سلم اونها رو در رأس قدرت، نمیگم در رأس قدرت، به اونها مسئولیت داده. پیامبر صلی الله علیه و سلم آیا مثل علیاذ بالله مثل آیت الله قزوینی درک نکرده بود که اینا ظالمن، جرم میکنن، جنایت میکنن و اینا شجره ملعونه هستن؟ اگر میدونست پس چرا این مسئولیت ها رو داد؟ با هم میریم به مسئولیت هایی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به بنی امیه دادن. عثمان ابن عفان رو پیامبر صلی الله علیه و سلم که دامادشون هست و از سابقین اولین که رسول الله صلی الله علیه و سلم در جریان حدیبیه ایشان رو به عنوان سفیر خود برای مذاکره با قریش فرستاد. جریان صلح حدیبیه رو همتون میدونید که پیامبر صلی الله علیه و سلم از یعنی بهترین شخصی رو که در اون مجلس بود که بهشون خیلی نزدیک بود و دامادشون عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه رو به عنوان سفیر خودشون به مکه فرستاد. نکته خیلی جالبی در این قضیه فرستادن سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه به عنوان سفیر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مکه وجود داره. عثمان ابن عفان داماد پیامبر صلی الله علیه و سلم بود که ایشون رو به عنوان سفیر خودشون به مکه فرستادن و وقتی که خبر رسید که عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه در مکه به دست کفار مکه
به شهادت رسیدن، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صحابه را جمع کردن و از اونها تعهد گرفتن و با اونها میثاق بستن که تا آخرین قطره خونشون با کفار بجنگن و انتقام خون سفیرشون رو پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بگیرن. چرا پیامبر صلی الله علیه و سلم به سفرا، به عهد و پیمان و به میثاقی که داشتن خیلی پابند بودن. در اینجا بود که در زیر درختی بیعت الرضوان صورت گرفت که صحابه می اومدن و با پیامبر صلی الله علیه و سلم دستشون رو رو دست پیامبر صلی الله علیه و سلم میذاشتن و با ایشون پیمان میبستن. در این پیمان پیامبر صلی الله علیه و سلم دست عثمان رو، دست راستشون رو بر روی دست چپ خودشون قرار دادن و گفتن این دست عثمان. و این بیعت و این قضیه که در قرآن کریم ذکر شده به خاطر این بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم عثمان ابن عفان اموی از بنی امیه رو که داماد ایشون بود به مکه به عنوان سفیر خود فرستاده بود. پس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اولین کسی بود که مسئولیت داد به کی؟ به بنی امیه. میریم رو نکته بعدی. اتاق فرمان لطف کنم. بله. عبدالله ابن سعید ابن العاص اموی. عبدالله ابن سعید ابن العاص اموی از سابقین اولین بود که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایشون رو مأمور آموزش قرآن به اهل مدینه کرد و وی در جنگ بدر به شهادت رسید. یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عبدالله ابن سعید ابن العاص اموی رو به عنوان معلم قرآن به مدینه فرستادن. یعنی یک انسان العیاذ بالله ملعون رو پیامبر صلی الله علیه و سلم انتخاب کردن و فرستادن به مدینه برای اینکه کلام الله رو، قرآن مجید رو به مردم یاد بده. سومین مسئولیتی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به بنی امیه دادن به عمرو ابن سعید ابن العاص اموی هست که از سابقین اولین که به حبشه و پس از آن به مدینه هجرت کرد و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایشان رو به عنوان استاندار وادی القرا تعیین کرد. منطقه‌ای است بین مکه و مدینه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عمرو ابن سعید ابن العاص اموی رو به عنوان استاندار این منطقه تعیین کرد. چهارمین مسئولیتی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به بنی امیه دادن خالد ابن سعید ابن العاص اموی هست که پنجمین نفری بود. خوب دقت بفرمایید، پنجمین نفری بود که اسلام آورد. ایشان به حبشه هجرت نمود و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایشان رو به عنوان استاندار صنعا در یمن، امروز پایتخت یمن هست صنعا، تعیین کرد. پس این مسئولیت بزرگی بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به بنی امیه دادن. پنجمین مسئولیتی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به بنی امیه دادن عتاب ابن اسید اموی هست که پس از فتح مکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایشون رو به عنوان استاندار مکه تعیین کردن. یعنی شما فکر بکنید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مکه مکرمه، زادگاهشون، قبله مسلمانان که در اونجا خانه خدا و بزرگترین و مقدسترین مکان برای مسلمان ها است، بعد از فتح نمیاد اینجا علی ابن ابی طالب رو استاندار تعیین بکنه یا ابوبکر و عمر و طلحه و زبیر و یا بقیه صحابه رو بیاد با فضل و مکانتی که دارن و منکر اون نیستیم بیاد اینجا تعیین بکنه. میان شخصی رو تعیین میکنن که امروز امثال قزوینی و قزوینی به این انسانها و به این انسانهای پاک، به این اصحاب جلیل القدر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شب و روز لعن میفرستن در کتابهاشون، تو برنامه‌هاشون، در شبکه‌هاشون. پس این شخص رو پیامبر صلی الله علیه و سلم که از بنی امیه بود به عنوان استاندار مکه تعیین کرد. ابو سفیان ابن حرب اموی، کسی که به بیشترین توئین‌ها و لعن‌ها و نفرین‌ها رو از طرف شیعه به ایشون میشه، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ملاحظه بفرمایید که ایشون رو به عنوان استاندار نجران تعیین کردن. منطقه‌ای است در جنوب عربستان سعودی فعلا که ابو سفیان رو ایشون در این منطقه به عنوان استاندار تعیین کردن. ما از شیعیان میپرسیم که آیا این افرادی که ذکر شد و این مسئولیت‌های مهم و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به اینا سپرد، آیا اینا ملعون بودن؟ و شنیدیم که قزوینی گفت که پیامبر کسی رو استثناء نکرده، نه معاویه، نه ابو سفیان و نه بنی امیه، هیچ کی رو در بنی امیه استثناء نکرده. پس همه اینا شجره ملعونه هستن.
آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم به انسان‌هایی که ملعون هستن این مناصب رو داده؟ آیا امروز در جمهوری اسلامی، در کشورهایی که ادعای اسلام میکنن، اسلام ناب محمدی، آیا میان به مخالفشون، نمیگیم وزیر، معاونت یک وزیر رو بدن؟ این کارو نمیکنن. پس آیا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میدونست که اینها ملعون هستن علیاذ بالله و به اینها مسئولیت داد؟ یا اینکه قزوینی و امثال قزوینی به خاطر کینه و بغضی که به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و به اهل بیت ایشون و به خانواده ایشون و به قوم و قبیله پیامبر دارن، میان به خویشاوندان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، به اصحاب ایشون و به کسانی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به اونا مسئولیت داده توهین میکنن. یکی از افرادی که مورد اکرام و اجلال شیعه است خالد بن سعید بن العاص اموی هست که میبینیم که این صحابی مورد وثوق و مورد اجلال و تکریم شیعیان قرار داره. بله، خالد بن سعید بن العاص اموی صحابی مورد اجلال شیعه. سید بحرالعلوم در کتاب الفوائد الرجالیه می نویسد که، من نص فارسیشو براتون میخونم، خالد بن سعید بن العاص نجیب بنی امیه و از سابقین اولین است که متمسک به ولایت امیر مؤمنین بوده است و آیت قزوینی کسی رو استثناء قرار نداد. این مطلب در الفوائد الرجالیه سید بحرالعلوم جلد 2 صفحه 322 ذکر شده. شیخ عبدالله مامقانی میگه که حق در نزد من این است که وی از وثوق هست، یعنی از ثقه است، و چه داشته بهتر از دارایی کسی که با زبان تیزتر از شمشیرش در راه خدا جهاد کرد و در مقابل هزاران نفر ایستاد و از امامش فرمان برداری میکرد و نیز به کار گماشتن او بر صدقات یمن از جانب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خود گویای عدالت وی می باشد و کسی که از عادل دانستن چنین شخصی توقف کند مرتکب ظلم آشکاری شده است. تنقیح المقال از شیخ عبدالله مامقانی جلد 25 صفحه 123. و ما میپرسیم که، تشکر از اتاق فرمان، ما میپرسیم که آیا علمای شیعه ایشونو ملعون میدونه؟ قزوینی که کسی رو استثناء قرار نداد. پس یا قزوینی دروغ میگه یا که این علمای شیعه دروغ میگن و قضاوت رو میذاریم به بینندگان عزیز و گرامی. نکته خیلی مهم که قزوینی اشاره کرد در این کلیپی که پخش کردیم خدمت شما عزیزان، گفت که بنی امیه را در رأس قدرت قرار دادن و هر چه جنایتی بود اینا در طول 20 چند سال کردند و ما میاییم این نکته رو خدمت شما عزیزان آشکار میکنیم که نه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و نه ابوبکر و نه عمر و نه عثمان رضی الله عنهم اجمعین، هیچ کدوم از اینها بنی امیه رو در رأس قدرت قرار ندادن. مسئولیت دادن به اینا، امیری، استانداری، والی، مسئول جمع‌آوری زکات یا صدقات قرار دادن، اما هیچ کدام از اینها بنی امیه رو در رأس قدرت قرار ندادن. پس بنی امیه رو چه کسی در رأس قدرت قرار داد؟ با هم ببینیم. بله، چه کسی بنی امیه را در رأس قدرت قرار داد؟ شکی نیست که بنی امیه در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و خلفای راشدین مسئولیت‌های مختلفی را بر دوش داشتند، اما هیچ کدام در رأس قدرت نبودند، بلکه خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و خلفای راشدین در رأس قدرت بودند و در میان خلفای راشدین امیر مؤمنان عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه که از بنی امیه بود، پس از خود قدرت را به خاندان خود واگذار نکرد تا خاندانش در رأس قدرت باشند، بلکه زمانی بنی امیه در رأس قدرت قرار گرفتند که امام حسن رضی الله تعالی عنه با معاویه رضی الله تعالی عنه صلح کرد و خلافت و زمامداری مسلمانان را به ایشان واگذار نمود.
آنجا بود که خاندان بنی امیه در رأس قدرت قرار گرفتند. اگر خاندان بنی امیه شجره ملعونه در قرآن باشند، آیا واگذار کردن زمامداری مسلمین به چنین اشخاصی خیانت به امت اسلامی محسوب نمی شود؟ چگونه می توان اسمت ائمه را با واگذار کردن زمامداری مسلمین به شجره ملعونه توجیه کرد؟ تشکر می کنم از اتاق فرمان. بله عزیزان، طوری که ملاحظه فرمودید معاویه را در رأس قدرت مسلمانان چه کسی قرار داد؟ امام حسن ابن علی رضی الله عنه. اگر حضرت حسن اشتباه کرد که معاویه را در رأس قدرت قرار داد، پس با قضیه عصمت و اینکه امامان معصوم هستند چیکار میکنید؟ اگر میگید به خاطر مصلحت این کارو کرد، پس نتیجه علیاذ بالله امام حسن دشمن برادرش امام حسین بود، چون وقتی که معاویه رو در رأس قدرت قرار داد و بعد از ایشون هم یزید اومد و یزید در زمان یزید امام حسین در کربلا به شهادت رسید، پس مسئولیت قتل امام حسین در کربلا رو باید به دوش امام حسن انداخت. چرا؟ چون که ایشون اومده بنی امیه رو در رأس قدرت قرار داده و بعد از چند سال سبب شده که امام حسین به شهادت برسه. و اگر معاویه ملعون بود علیاذ بالله، یا کافر بود یا منافق بود، طوری که قزوینی و دار و دسته ایشون و علمای رافضی ادعا میکنن، پس خلافت مسلمان ها رو، زمامداری مسلمان ها رو ایشون به همچین انسانی واگذار کرد، خودش رو کنار کشید، در حالی که از طرف خدا ادعا میکنن که امام برحق بود. اگر این کارو کرده، پس علیاذ بالله خیانت کرده به مسلمانان، خیانت کرده به اسلام. چطور ما انسانی رو بیاریم؟ امروز مثلا چند روز قبل تو ایران رای گیری بود. آیا ملت ایران با این عقل و شعوری که دارن الان، مثلا بعد از 1400 سال، میان انسانهای ملعون، انسانهای جنایتکار، انسانهای کافر و زندیق رو به مجلس شورای اسلامی میفرستن یا در رأس قدرت قرار میدن؟ یا نه انسانهای خدمتگزار، انسانهایی که خدمت بکنن به دینشون، به عقیدهشون، به کشورشون؟ پس امام حسن در زمانی که صلح کرد با معاویه و تنازل کرد، گذشت از خلافت و خلافت رو به معاویه سپرد، در حقیقت بنی امیه رو در رأس قدرت قرار داد. حالا میریم رو قضیه شجره ملعونه که این همه آیت الله قزوینی درباره شجره ملعونه داد و بیداد را میندازه و در هر کلیپ، در هر برنامه، در هر سخنرانی حتما باید ذکری بکنه و خودش رو مستحق عذاب الله سبحانه و تعالی قرار بده. با هم میبینیم قول صحیح درباره شجره ملعونه رو که در این باره علما و مفسرین چه فرمودن. شجره ملعونه در قرآن کریم در سوره اسراء آیه 60 الله سبحانه و تعالی میفرماید که و اذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس وشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا. و زمانی را یاد کن که به تو گفتیم بیگمان پروردگارت به مردم احاطه دارد و خوابی که به تو نشان دادیم و درخت نفرین شده در قرآن تنها برای آزمایش مردم بود و ما به آنان هشدار می دهیم ولی بر آنها چیزی جز طغیانی بزرگ نمی افزاید. در صحیح بخاری از ابن عباس روایت شده که هی شجرة الزقوم، شجره ملعونه درخت زقوم است که در جهنم برای دوزخیان مهیا شده. صحیح بخاری حدیث شماره 3675. اما آیات دیگری در این رابطه وجود داره درباره شجره ملعونه که با هم این رو هم میبینیم که در سوره صافات آیات 62 تا 66 الله سبحانه و تعالی میفرماید آیا چنین نعمت‌هایی برای پذیرایی بهتر است یا درخت زقوم؟ ما آن را مجازاتی برای ستمگاران قرار دادیم. آن درختی است که در قعر دوزخ میروید، میوه‌اش مانند سرهای شیطان هاست. آنان از آن میخورند
و شکمهایشان را از آن پر می کنند، سپس روی آن آب داغ و آلوده می نوشند. در سوره دخان آیه 43 44 و 45 و 46. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. بیشک درخت زقوم خوراک هر گنهکاری است، مانند مثل گداخته در شکمها می جوشد، مانند جوشیدن آب جوش. امام طبری نقل میکنه اجماع رو در این مورد که در تفسیر این آیه دو قول است. یکی درخت کشوشی، امیدوارم که درست تلفظ کرده باشم، و تفسیر دیگر درخت زقوم، و قول صحیح این است که مراد این آیه درخت زقومی باشد به دلیل اجماع مفسران بر این قول. تفسیر طبری جلد 14 صفحه 652. در کتب شیعه در بهارالانوار جلد 9 صفحه 119 گفته شده که مراد از شجره ملعونه درخت زقوم است و بدین سبب فتنه‌ای برای ظالمین نامیده شده، چون مشرکین میگفتند چگونه در آتش درختی میروید در حالی که آتش درخت را میسوزاند، اما مؤمنان آن را تصدیق نمودند. و همچنین در تفسیر مجموع البیان طبرسی جلد 6 صفحه 266 به این امر تصریح شده. تشکر میکنم از دوستان عزیز. این بود قول صحیح درباره شجره ملعونه که از کتب اهل سنت و از کتب شیعه بیان کردیم و ایشون میاد با وقاحت میگه که همان مفسرینی که گفتن که آیه فلان و فلان درباره عایشه و ابوبکر است، گفتن که این آیه هم درباره بنی امیه است، که این دروغی است از ایشون و ما بحث مفصلی درباره اقوال مفسرین در این مورد در دست تهیه داریم که انشالله در نزدیکی پخش خواهیم کرد. و در جایی که بعضی از مفسرین روایات رو ذکر کردن، روایات ضعیف رو ذکر کردن، این از باب ذکر روایات ضعیف بوده و ما الان قول ضعیف درباره شجره ملعونه رو خدمت شما عزیزان بیان میکنیم. دوستان عزیز لطف کنن این صفحه مانیتور. بله، قول ضعیف درباره شجره ملعونه در قرآن که این حدیث از ساخته های شخصی به نام احمد ابن طیب می باشد و حافظ ابن حجر در لسان المیزان صفحه 189 جلد 1 می گوید که از بی انصافی ها و دروغ هایش این بود که خلافی نیست که مراد از شجره ملعونه بنی امیه می باشد. یعنی شخصی بود به نام احمد ابن طیب که حافظ ابن حجر در لسان المیزان میگه که از دروغ ها و بی انصافی های این شخص این بود که میگفت که مراد از شجره ملعونه بنی امیه است. امام ابن کثیر در تفسیر خود پیرامون این روایت در جلد 5 صفحه 60 میگه که غریب و ضعیف، این روایت غریب و ضعیف می باشد. امام قرطبی در تفسیرش میگه که از ابن عباس روایت شده که مراد از شجره ملعونه بنی امیه هستند، چرا که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حکم را تبعید نمود و این قول ضعیفی است، چرا که این سوره مکی هست و این تفسیر بعید است، چرا که حکم در مدینه مسلمان شده است، مگر این که کسی بگوید که این آیه در مدینه نازل شده که چنین چیزی ثابت نشده است. این قول واقعا دلیل محکمی هست که این سوره مکی است و این آیات در مکه نازل شده و سالها بعد از نزول این آیه قضیه تبعید حکم در مدینه یا مسلمان شدن او رخ داده که اینم یکی از دلایل محکمی بود که در کتب اهل سنت در این باره ذکر شده است. حالا بالفرض این روایات ضعیف و دروغ و بی‌انصافی هایی هم که در بعضی از کتب که روایات ضعیف یا دروغگو رو در اون ذکر میکنن و روایت های نمونه از روایت های اونا رو میارن که همیشه این مستمسک آیت الله قزوینی و امثال ایشون هست که دنبال کتاب المجروحین و لسان المیزان و کتاب های امثال اینا میگرده. میایم از دیدگاه تفسیر، از دیدگاه کلام الله سبحانه و تعالی و عقل و نقل قضیه این که بنی امیه شجره ملعونه باشن رو میسنجیم، ببینیم که چه نتیجه میده. همه ما بینندگان عزیز و گرامی میدونیم که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم معیار برتری انسانها رو تقوا معرفی کرده.
در سوره حجرات آیه 13 میفرماید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. ای مردم، ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله هایی قرار داده ایم تا یکدیگر را بشناسید. بیگمان گرامی ترین شما نزد الله با تقوا ترین شماست، همانا الله دانای آگاه است. با توجه به این آیه در میابیم که هیچ قبیله‌ای نمیتواند شر محض و هیچ قبیله‌ای نمیتواند خوب محض باشد، بلکه ملاک برتری انسانها تقوا می باشد و در هر قبیله انسانهای خوب و بد یافت می شود. و چنانچه قبیله بنی امیه مورد لعن قرار گیرد، گناه کودکانی که سالها بعد از یزید و غیره به دنیا آمدن چیست؟ در حالی که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم سوره انعام آیه 164 می‌فرماید که ولا تزر وازرة وزر اخرى، هیچ کس گناه کسی دیگری را بر دوش حمل نمی کند. و همان گونه که در قبیله بنی امیه خلفای ستمگر امثال یزید بودند، در مقابل خلیفه دادگستر و عادل و زاهد و پارسا چون عمر بن عبدالعزیز نیز بوده است. و در مقابل در میان بنی هاشم عموی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یعنی ابو لهب سرسخت‌ترین دشمنان اسلام بود. تشکر میکنم از اتاق فرمان. بله دوستان عزیز، دیدیم که الله سبحانه و تعالی معیار برتری رو در قرآن کریم تقوا قرار داده، پرهیزگاری قرار داده. ابو لهب عموی پیامبر بود، اما سوره کاملی در قرآن کریم در مذمت او نازل شد و به او وعده دوزخ داده شد. و در مقابل میبینیم که بلال از حبشه بود، صهیب از روم بود و بنی امیه یا بنی مخزوم یا قبایل دیگری یا انصار یا حتی انسانهایی که یک زمانی جنایات بزرگی انجام داده بودند، مانند وحشی کسی بود که سید الشهدا حمزه رو در احد به شهادت رساند، اما همین انسان اومد مسلمان شد و مانند بقیه مسلمانان زندگی میکرد و هیچ کس هم بهش نمیگفت که بالای چشم تو ابروست. چرا؟ چون اسلام ما قبل رو همه رو پاک میکنه. یعنی ملاک برتری در نزد مسلمان ها تقواست، پرهیزگاری است، نه اینکه فلانی عرب هست یا عجم هست یا سرخ هست یا سفید هست یا سیاه هست. اینا اصلا مطرح نیست. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه حجة الوداع کلمات خیلی جالبی میفرمایند که امروز همه دعواهای جاهلیت رو در زیر قدم خود قرار میدهند. هیچ عربی بر هیچ عجمی برتری ندارد و هیچ عجمی بر هیچ عربی برتری ندارد، هیچ سرخی بر هیچ سفیدی بر هیچ سیاهی، هیچ انسانی بر هیچ انسان دیگری برتری ندارد مگر بر تقوا. اگر بیاییم قول شجره ملعونه رو قبول بکنیم، پس یک خاندان، یک قبیله، یک قوم چگونه مورد لعن قرار گرفتن از الف تا یا، هیچ کسی هم به قول آیت الله قزوینی استثناء قرار داده نشد. اگر همسر پیامبر باشه، اگر داماد پیامبر باشه، اگر صحابی مورد اجلال شیعه باشه، هر کی باشه ملعونه، چون که این شجره ملعون در قرآن ذکر شده و اینا همیشه دنبال این قولهایی هستن که به وسیله اون بیان. هدفشون فقط معاویه و ابو سفیان و یزید هست، فقط به خاطر این که چطور به این اشخاص توهین بکنن قرآن رو تحریف میکنن، معانی آیات رو تغییر میدن، به پیامبر و به همسر پیامبر توهین میکنن، به دامادهای اهل بیت، به داماد علی، به نوه علی هم توهین میکنن تا اینکه بیان عقیده باطلشون رو ثابت بکنن. حالا میریم رو خدمات بنی امیه به اسلام، آخرین بخش این رد بر این اقوال مزخرف آیت الله قزوینی که توهین به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و به اهل بیت و به خویشاوندان ایشون بود. میریم به خدمات بنی امیه به اسلام تا ببینیم که بنی امیه، همین شجره ملعونه به قول آیت الله قزوینی، چه خدمات بزرگی به اسلام و مسلمان ها انجام دادن. نخست میریم رو قضیه فتوحات اسلامی در عهد بنی امیه. در زمان بنی امیه طوری که در این نقشه مشاهده میکنید، این سبز پررنگ اینا حدود
دولت بنی امیه بود تا سال 661 میلادی. همه میدونیم که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم طائف و مکه و مدینه و قسمت‌هایی از جنوب از یمن فتح شده بود. بقیه این فتوحات در زمان ابوبکر صدیق رضی الله عنه و عمر فاروق لشکر اسلام تا قسمت‌هایی از ایران این مناطق رسید و قسمت‌هایی از امپراتوری ایران فتح شد، امپراتوری فارس البته در اون زمان. و همچنین این فتوحات اسلامی در زمان بنی امیه ادامه پیدا کرد تا این قسمت هایی که با سبز کمرنگ شما ملاحظه میکنید بعد از سبز پررنگ، اینا قسمت هایی است که بنی امیه اینا رو در زمان سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه و بقیه خلفای اموی فتح کردن. دوستان این نقشه رو داشته باشن که من مطالبی هست که در اینجا باید توضیح بدم. مثلا ببینید این قسمت های سمرقند، بخارا، نیشابور، هرات و قسمت هایی در شمال آفریقا، قسمت هایی که در اسکندریه مصر که در این مصر در زمان معاویه رضی الله عنه فتح شده، قسمت هایی در شام، دمشق، انطاکیه در قسمت های جنوب ترکیه و میرسیم تا طلیطله و قسمت هایی از اشبیلیا و طنجه. اینا قسمت هایی است در این قسمت هایی که در سمت چپ این نقشه شما ملاحظه می‌فرمایید. این قسمت ها امروز به نام کشور اسپانیا یاد میشه، در اون زمان اندلس بهش میگفتن و این بخش در زمان خلفای اموی که الله سبحانه و تعالی اونا رو مورد رحمت قرار بده، این قسمت ها فتح شد و خون پاک امویان و دیگر مسلمانان در این مناطق ریخته شد تا این سرزمین ها به کشور اسلامی بپیوندد. این نکته رو من از دوستان خواهش میکنم توجه بکنم. اینجا نوشته بلاد شهدا. این قسمت رو که در آخرین نقطه تقریبا در سمت چپ در این نقشه ملاحظه می‌فرمایید، این قسمت، این بلاد شهدا، اینجا معرکه است که در عمق جنوب فرانسه رخ داد. در اینجا لشکر اسلامی با نصرانی ها، با مسیحی ها در اینجا درگیر شد و تعداد زیادی از مسلمانان در این جنگ نابرابر در بلاد شهدا در این منطقه به شهادت رسیدن و خیلی از نویسندگان و روشنفکران عادل در فرانسه در کتاباشون نوشتن، حالا من دقیقا یادم نیست در چه کتابهایی، که میگن ای کاش مسلمانان در اینجا شکست نمیخوردن و فتوحات اسلامی ادامه پیدا میکرد و کل اروپا فتح میشد، ما صدها سال در علم و تکنولوژی جلو میافتادیم. این سخن واقعا سخن بزرگی است که منصفان در بین روشنفکران، در بین علما در اروپا میگن. و این قسمت هایی هم که میبینیم، قسمت هایی با رنگ صورتی در این نقشه نشان داده شده، این قسمت هایی است که امپراتوری بیزنطی بود یا امپراتوری نصرانی ها که حکومت میکردن. شما اون وسعت امپراتوری اسلامی رو ببینید و کوچکی به اصطلاح مناطقی رو که در اونجا کفار حکومت میکردن. برگردیم به بخش دیگر این قضیه، رساندن اسلام به قلب اروپا. اینو که در نقشه قبلی هم توضیح دادم خدمت شما عزیزان که این منطقه رو که شما میبینید شمال آفریقاست. از اینجا بود که لشکر اسلام از منطقه جبل الطارق توسط دو سردار بزرگ اسلام، طارق ابن زیاد اگر درست تلفظ بکنم مثل و موسی ابن نصیر، دو تن از سرداران بزرگ اسلام بودند که از این منطقه عبور کردند و وارد اروپا شدند و اسپانیا رو فتح کردند که همین اسپانیا یکی از بزرگترین مراکز علم، صنعت و بزرگترین دانشگاه ها در زمانی که اروپا در جهالت، در قرون وسطا، در دوران تاریکی و ظلمت که با علم آشنا نبودن، در این قسمت، در این مناطق اسلامی مسلمان ها دانشگاه ها تأسیس کرده بودند، کتابخانه ها داشتن و علم و صنعت در این مناطق به اوج خودش رسیده بود. از دیگر خدماتی که در زمان بنی امیه به اسلام و
مسلمان ها انجام گرفت گسترش اسلام از شرق تا چین و از غرب تا قلب فرانسه است. توسعه مسجد الحرام، توسعه مسجد النبی، توسعه مسجد الاقصی، بنای اولین مرکز بزرگ علمی در اروپا در قرطبه یا اندلس اسپانیای امروزی، بنای مسجد اموی بزرگ در دمشق که مبدل به مرکز علم و دانش در عصر خود شد، بنای مسجد بزرگ قرطبه در اندلس یا اسپانیای امروزی که دانشمندان زیادی علوم اسلامی را در این مسجد فرا گرفتند، توسعه اقتصادی جهان اسلام در زمان عمر بن عبدالعزیز تا جایی که هیچ فقیری یافت نمیشد که زکات بگیرد، جایگزینی پول اسلامی به جای دینار رومی در راستای توسعه اقتصادی جهان اسلام در زمان عبدالملک ابن مروان. این از جمله خدماتی بود که اموی ها انجام دادند و خیلی از مناطق رو در اروپا، در شمال آفریقا به قلمرو جهان اسلام افزودند. قضیه اسپانی ها واقعا قضیه مهمی است که باید یک کمی روشنی بدم در این قضیه. دوستان لطف کنن این صفحه رو بدن به آنتن. فتح اندلس اسپانیای امروزی، همین کشور اسپانیای امروزی به دست امویان فتح شد در زمان خلافت ولید ابن عبدالملک اموی. سپاه اسلام به فرماندهی موسی بن نصیر به سوی قلب اروپا گام برداشته و موفق شدند در سال 95 هجری سرزمین اندلس یا اسپانیای امروزی را به سرزمین‌های اسلامی افزوده و تعالیم روشنگر اسلام را در این سرزمین نشر کنند. سرزمین اندلس به مرور زمان مرکز علم و دانش در جهان شد تا جایی که دانشمندانی چون امام ابن عبدالبر، امام قرطبی، امام ابن حزم، امام شاطبی، امام زهراوی، اولین دانشمندی که کتابی پیرامون جراحی نوشت، دقت بفرمایید اولین دانشمندی در سطح جهان که کتابی پیرامون جراحی نوشت، امام شریف ادریسی، جغرافیدان معروف، از این سرزمین برخاستند و جایگاه اندلس در علم و دانش به اندازه‌ای بود که پادشاهان اروپا فرزندان خود را برای کسب علم و دانش روانه این سرزمین می‌کردند. حالا بینندگان عزیز و گرامی، به عزت، مجد و به اون اقتدار اموی ها در اون زمان فکر بکنن و به این ذلت و خواری و بدبختی که امروز مسلمان ها در اون زندگی میکنن و امروز یک آخوندی بی سر و بی پا بلند میشه همه بنی امیه رو لعن میکنه. من از منصفان شیعه، از تو ای برادر و خواهر شیعه که امروز نشستی پای این شبکه و میخوای با عقل، با منطق، با فکری باز، با روشنگری مطالب رو قبول بکنی. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میگه که فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت بده به اون بندگانم که سخنها رو میشنون و بهترین آنها رو انتخاب میکنن. حالا شما دلتون میخواید واقعیت ها رو قبول بکنید یا برید پیروی بکنید از آخوند گمراه مانند قزوینی یا شیطانیاری و یا مراجع تقلیدی که شما بیشتر از ما حقیقت اونها رو درک کردید. ببینید ما نمونه از عزت و اقتدار دولت اموی رو برای شما یک نمونه رو فقط بیان میکنیم، در حالی که این مشتی است نمونه خروار. دوستان عزیز این صفحه رو لطف کنن به آنتن بدن. این نامه است که جورج دوم پادشاه انگلستان به هشام سوم خلیفه مسلمین در اندلس یا اسپانیای امروزی در زمانی که بنی امیه در اونجا حکومت میکردن فرستاده. نص این نامه رو، الفاظی که در این نامه نوشته شده، من خواهش میکنم دوستان دقت بکنن. لطف کنید این صفحه رو بدید به آنتن. خدمت والا حضرت خلیفه بزرگوار مسلمین هشام سوم، از طرف جورج دوم پادشاه انگلستان و غال و سوئد و نروژ به خلیفه مسلمین در اندلس، حضرت والا مقام هشام سوم بلند مرتبه، بعد از ادای احترام به عرض میرسانم که ما از پیشرفت بزرگ حاصل شده در مراکز علمی و نیز گسترش صنعت در سرزمین آباد شما خبردار شدیم، لذا تصمیم گرفته ایم تعدادی از فرزندان خود را برای کسب دانش روانه سرزمین شما کنیم تا آغاز نیک باشد در پیروی از شما و تا اینکه علم و دانش را در سرزمین خود گسترش دهیم، سرزمینی که جهل و نادانی چارگوشه آن را در بر گرفته است.
بدین منظور بنده دختر برادر خود امیر دوبانت را همراه با گروهی از دختران اشراف انگلستان روانه سرزمین شما خواهم نمود تا اینکه به حضور در عرش شما مشرف شود و خود و همراهانش مشمول عطوفت شما قرار گیرند و مورد حمایت حضرت عالی و معلم‌های موجود در سرزمینتان واقع شوند و نیز همراه امیره هدیه ناقابلی روانه کردم که امیدوارم مورد قبول واقع گردد. بنده فرمانبردار شما جورج دوم، که این مطلب از مورخ انگلیسی جون دوانپورت نقل شده است. بینندگان عزیز، این اوج عزت، اوج کرامتی بود که امت اسلامی داشتن و متاسفانه تا امروز امت اسلامی این مجد و عظمت رو دوباره نچشیدن. بعد از سقوط اسپانیا، بعد از تیکه پارچه شدن خلافت اموی و بعد از اینکه جنگ‌های داخلی در مناطق مختلف کشورهای اسلامی رخ داد، اسپانیا سقوط کرد، خیلی از کشورهای دیگه که مانند فیلیپین، شاید خیلی باورشون نشه که فیلیپین یک زمانی یک کشور اسلامی بود، اسپانیا زمانی کشور اسلامی بود. خیلی از جمهوری‌هایی که امروز زیر سلطه روسیه هستند به نام بلاد کفر شناخته میشن، این کشورها زمانی کشورهای اسلامی بودند. این عزت و اقتداری بود که همین بنی امیه، یا به قول همین آخوند شجره ملعونه در قرآن که در هر برنامه، در هر درسش حتما باید به اینا لعن بکنه. من از عقلای شیعه میپرسم، آیا این دشمنی با اسلام نیست؟ آیا این دشمنی با رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و با مجد و عظمت اسلام نیست؟ کسانی رو که به اسلام خدمت کردند، کسانی که پرچم اسلام رو تا قلب اروپا رساندن، کسانی که امروز خیلی از مسلمانان در خیلی از کشورهای دنیا مدیون بنی امیه هستند. اگر بنی امیه نمیبودن، شام و این مناطق شمال آفریقا و تا اسپانیا و این مناطق اونور تا چین تا قلب فرانسه اینا فتح نمیشد. اما همین قضیه فتوحات اسلامی هم خیلی ساده میان از کنارش میگذرن، میگن که خب عده‌ای بودن به خاطر کشورگشایی رفتن و خلاص اینجا رو فتح کردن، اصلا این کارو نباید انجام میدادن. قضاوت با شما عزیزان هست. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. بگو آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند میپذیرند.